برادران گرامی، شیخ عبدالعزیز طریفی الله رهاش کند میفرماید که الموت لا یفر منه بل یستعد له. میگوید که مرگ، یعنی از مرگ انسان باید فرار نکند. از مرگ انسان باید فرار نکند، ولی برای مرگ باید آماده شود. اگه آماده شدن برای مرگ میفهمید، آماده شدن برای مرگ این چی است؟ این توشه برای خود جمع کردن، برای که راه سفر است. انسان که مرد راه سفری دور و دراز دارد، برای اون توشه جمع کن. توشه عملی نیک است. یذهب الانسان الیه و یحسب انه یهرب منه. انسان به سوی او می رود، ای به سوی مرگ می رود، آیسته آیسته به سوی مرگ می رود و گمان میکند که او از مرگ می گریزد. انسان گمان میکند که او از مرگ می گریزد. نه، تو آیسته آیسته به سوی مرگ می روی، خواهی نخواهی به سوی مرگ می روی. از مرگ راه گریز نیست. هر یک کس چشنده مرگ است. الله عز چخلی که الله عز و جل می فرماید قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت. هرگز بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم که هرگز شما را فرار از مرگ شما را سود نمی بخشد. هرگز شما را فرار از مرگ، اگر فرار کردید از مرگ، برای شما سود نمی بخشد، برای که مرگ خواهی نخواهی او را تو می چشی. ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. همون مرگ، هر آینه مرگی که شما از او می گریزید، فرار میکنید، هر آینه او را شما وا میخرید، یا که مرگ شما را وا میخرد. شما اگر که او میگریزید او شما را وا میخرد. برای همین برای مرگ باید آماده شدن در کار. هر یک کس میمرد. علامت پیری این نزدیک شدن مرگ است. ولی مرگ نه فقط آن کسا را میرسد که سال خورده شدن، نه، شاید که جوانا پیش از اون بمرند. برای همین باید آماده شوی. خواه تو جوان باشی، خواه تو چی؟ کلانسال باشی. کلانسالی این چی است؟ نزدیکی به مرگ است. باز شیخ الله رهاش کند میفرماید که حضور القلب عند الدعاء شرط للاجابه. حاضر بدن دل در وقت دعا این یکی از شرطی چی است؟ یکی از شرط های اجابت است. یعنی انسان وقتی دعا میکند باید دلش غافل نباشد، دلش حاضر باشد. اون چیزی که میگوید او را باید از دل بگذراند، بداند که چی میگد، بداند که کی را مناجات میکند. اون ذاتی را مناجات میکند که همه چیز در دستی اوست. باید تو بدانی کی را مناجات میکنی. اکثر دعاء الناس اکثر دعاء الناس اهدنا الصراط المستقیم. بیشتری دعای مردم چی است؟ بین، بیشتری دعای مردم چی است که انسان او را هر روز چند باری دعا میکند، چند باری میگوید اهدنا الصراط المستقیم. ای الله، ما را برای راست صراط المستقیم هدایت فرما. همین دعا نیست؟ همین دعا است. تو همین نباید با چی بگویی؟ با حضور القلب، حاضر بدن قلبت، نه اینکه قلبت در غفلت باشد. و مع ذلك يضلون لأن دعاء اللسان بلا حضور الجنان هذیان. برای چی میگه؟ هر روز انسانی که نماز میخواند همین دعا را میگه اهدنا الصراط المستقیم، ما را برای راست هدایت فرما، ما را برای راست هدایت فرما. سوره الحمد هر روز میخونی در نمازاتون، حساب که چندین بار میخونیش. 5 وقت این نماز اینه که در یک نماز تو چند بار 4 رکعت باشه 4 بار میخونیش. نه که وقتی که تو بونه که در میبینی که
با آدم گمراه میشود، با گمراه میشوی. تو دعا را کرده ایستی نه که گمراه میشوی. برای چی میگه؟ برای آنه که دعایی که به زبان میکنی به حاضر بدنی بدنت، این هدیان است، این سخن پوچ است، این سخنی که از دهنت میبراید یگان معنا ندارد، به همون معنا است. برای انسان باید بدنش حاضر باشد، قلبش حاضر باشد، همش حاضر باشد، هم بدنشو هم به زبانش بگد، هم دلش هم بدنش. در این حالت الله دعات مستجاب